91. فعل چند صیغه دارد؟ فعل 4 صیغه دارد. ا. صیغه خبری: آمد، رفت. ب. صیغه شرطی: خواهشمندی: بیاید، گوید. و. صیغه امری: بیا، نرو. گ. صیغه احتمالی: آمدگیست، میگفتگیست. 92. صیغه فعلی چیست؟ با تغییر شکل فعل تابش نوی معنایی پیدا کردن عمل را صیغه می‌نامند. 93. فعل گذرانده چیست؟ فعلی که عملی از یک پردمت و پردمت دیگر گذرانده را افاده می کند فعل گذرانده نام دارد. فعل گذرانده با سوال‌های چی، چرا، کی را جواب می شود. مثال: امید قلم را گرفت. در این جمله عمل از امید به قلم می گذرد. 94. فعل مانده چیست؟ فعلی که عملی در خود پردمت به عمل آینده را افاده می کند فعل مانده نام دارد. فعل‌های مانده عادتاً پرکننده به واسطه را طلب می کنند. مثال: سلیم به مکتب رفت. 95. فعل به واسطه چیست؟ فعلی که در آن اجرا کننده عمل خود مبتدا است. فعل به واسطه نام دارد. مثال: بابا مکتوب نوشت. مادرم دسترخوان را برداشت. 96. فعل به واسطه چیست؟ فعلی که در آن مبتدا عمل را به واسطه کسی یا چیز اجرا می کند فعل به واسطه نام دارد. مثال: بابا و نبیرش مکتوب نویسند. بیبی خلیفه آنها را نانخورک می کنند. 97. ظرف چیست؟ آن حصه نطقی که علامت عمل، مقدار و درجه، زمان و مکان و سبب و مقصد اجرا شدن عمل را می‌فهماند ظرف نام دارد. ظرف به سوال‌های چی طور، چی طرز، چقدر، کی، در کجا، برای چی، از کجا، تا کجا و غیره جواب می شود. مثال: تیز، به حد، زیاد، دیروز، در خانه، خگاه و غیره ها. 98. ظرف ها با کدام گروه ها جدا می شوند؟ ظرف ها با گروه های زیرین جدا می شوند. 1. ظرف زمان: دیروز، پگاه. 2. ظرف مکان: بیرون، قفا. 3. ظرف سبب: ناچار، ناعلاج. 5. 4. ظرف مقصد: قصداً. 5. ظرف مقدار و درجه: قریب، اندک، کم کم. و 6.
ظرف طرز اجرای عمل: زود، سواره، دهانکی. 99. پیشویند چیست؟ اون حصه نامستقل نطق که پیش از حصه های مستقل نطق آمده معنای جمله را پوره می کنند پیشویند نام دارد. پیشویندها از حصه مستقل جدا نوشته می شوند. 100. پیشویندهای زبان تاجیکی کدام هایند؟ پیشویندهای اساسی زبان تاجیکی این هایند: به، با، به، از، در، بر، برای، جز، تا.